قارچ کیک واقعیه که فقط با 3 تا ماده درست میشه: خامه، شیر کاکائو و پودر ژلاتین. برای کلاهک قارچ ما خامه رو همراه شیر و ژلاتین روی حرارت ملایم با هم میکس میکنیم تا زمانی که موادمون یه دست و رقیق بشه. بعد که مایه‌تون خنک شد قالبتون رو بیارید و بریزید داخلش. از قبلم اگه چربش کرده باشید بهتره که راحت‌ترم جدا بشه. توی یه ظرف یه بسته ژله نارگیری رو همراه با شیر مخلوط کنید و بذارید رو حرارت برای 1 دقیقه. بعد قالب لیوانی یا هر لیوانی که استوانه شکل رو بردارید، اونم از قبل چرب کنید، مایه‌تون رو بریزید و بدونید اینم میشه برای قسمت تنه قارچتون. برای اینکه قارچ شما رئال‌تر به نظر بیاد و بتونید قارچی که روی خاک و زمین در مدر رو شبیه سازی کنید، روی سطحی که میخواین قارچا رو روی هم سوار کنید، بیسکویت شکلاتی که از قبل پود کردین رو بپاشید و بعد داخل تنه قارچ به کمک چند تا سیخ چوبی که نقش ستون رو اجرا میکنه بذارید و کلاهک قارچ هم بذارید روی تنه و بعد هم یکم پودر شکلات بپاشید و تمام میشه جینتون.